سلام خدمت دوستان الان ما سنمونه روش ماهیگیری داریم. یکی با قلاب که گوش به سر قلاب میزنیم، دومیش میشه این قلابا که مجبوریم با خمیر و خمیر داخل اینه با خمیر. سومین روش با تور موشکی یا تور دستی. حالا یکی امتحان میکنیم ولی هر کدوم ماهی گرفتن نشون بهتون میدیم. خب دوستان، این دام اولیه که قلاب بزرگ گوش بهش وصل کردیم. حالا ببینیم ماهی میگیری یا نه. اینم تور موشکی یا تور دستیه، همینجا بسته میشه. اینم قلابی است که بهش خمیر بستیم. حالا ببینیم کدوم زودتر ماهی میگیره. خب دوستان، انگار اولین صیدمون با دامه قلاب، انگار ماهی نگرفتن. اولین صیدمون با دام موشکی شده. چی میاد بالا؟ اوه رفت. نرو. این هم از شانس ما. خب دوستان، انگار این دوباره دام موشکی ماهی گرفته. یه بار که ماهی گرفت، ماهیش افتاد داخل آب. حالا ببینیم این ماهی میاد بیرون یا نه. اگه کوچیک بود رهاش میکنیم بره، چون ماهی کوچیک به درد ما نمیخوره. نه، بیاد بالا. دوباره نیفته تو آب. شانس آوردیم. حالا اومد بالا. اینا دامش. اوه، دوباره افتاد. ریدم توی شانس. دوستان، به علت خاک زیاد یه چند دقیقه میریم بالا تا کلا این گرد خاک بره. بعد دوباره برمیگردیم ادامه فیلمو خدمتتون میذاریم. فعلا که گرد خاکه دارن ریزش میکنن، فعلا گرد خاک. خب دوستان، ادامه فیلم میریم. به گوشتی ماهی گرفتی یا نه؟ بالا به گوشتی ماهی نگرفت. دام دستی ببینیم ماهی گرفتی یا نه. دام دستی گرفته، ماهی گرفته. اوه، خیلی شابون شد. هم ماهی اما کوچیک، به خاطری که کوچیکه پرتاب
سوی ماهی. بریم سراغ دومین قلاب. این قلاب ماهی گرفتی یا نه؟ نگرفت. قلاب هم ماهی نگرفته. اگه گرفتی دوباره میذاری فیلم. خدا بله دوستان، چه ماهی. به 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 به. اینم ماهی شکم زرد یا دوستان بهترین ماهی زرده. عجب ماهی گرفتی. این ماهی راه نمیکنه. ماهی باید کباب شه. سرش گذاشت، تش گذاشت. بشکاری میرم. یه شکم زرد. هم بهترین ماهی. تمام قدش.